درود به شما دوستان گرامی. مهر هستم و در این نوار کوتاه میخواهم وب برنامه نو خود را با شما معرفی کنم. وب برنامه نو این گوندی شاپور نام دارد که یک کارنامه برای کمک به پژوهشگران است. این برنامه در حال حاضر تنها دو قسمتش آماده شده است که یکی ویراستار، دیگری واژه سنج نام دارد که شما میبینید در اینجا. ویراستار این یک ویراستار است برای نوشتن هر متنی که میخواهید و هر متن دیگر را هم در این ویراستار میتوانید خطا سنجی کنید. واژه سنج این یک قسمت دیگر است که در اینجا شما فایل های وارد MS را میتوانید وارد کنید و خطای تکنیکی آن را سنجید و باز برآورده صادرات کنید همچون فایل وارد. برای استفاده از این برنامه شما حتما باید که ثبت نام کنید. ثبت نام کردن خیلی آسان است. مثلا اینجا شما فقط نام و نسب می نویسید، ایمیل می نویسید، ایمیل خودتان رو، بعد کلید واژه از 8 رمز نباید که کم باشد. 8 رمز باشد. تکرار میکنید آن رو برای سنجیدن ثبت نام میکنید. بعد ثبت نام کردن شما رو برنامه وارد میکند. بعد وارد شدید شما کمی معلومات درباره برنامه میبینید و دستورالعمل درباره استفاده همین دو قسمت برنامه ویراستار و واژه سنج که الکی آماده شده است و در آینده باز قسمت های دیگر با نام مدیریت کارهای ایجادی و دیگر قسم ها آماده می شوند و ما درباره آنها هم نوار خواهیم گرفت و طرز استفاده آنها رو با شما نشان خواهیم داد. در اینجا چون که میبینید هم در آید به واژه سنج دستورالعمل آورده شده است، هم دستورالعمل ویراستار. همچنین در اینجا شما میتوانید به پروفایل خود وارد شوید، یگان معلومات را عوض کنید، کلید واژه را عوض کنید یا عموما اکانت خود را حذف کنید. و در اینجا شما میتوانید تلفن و نام مؤسسه‌تان را هم وارد کنید. این اختیاری است. خب اکنون میرویم به قسمت ویراستار. قسمت ویراستار از 3 ستون عبارت می باشد. این ستون یکم در طرف چپ جایگیر شده است. در اینجا شما روی خطی موادهای ثبت کرده خود را میبینید و همچنین از اینجا شما میتوانید صفحه نو شده مواد نو نویسید. هنگامی در آمدن این با همان مواد نو وارد میشه، شما میتوانید از همینجا سر کنید. اما وقتی که شما در دیگه مواد کار کرده استودید و میخواهید که با صفحه تازه وارد شوید و مواد نو نویسید، همین را زیر میکنید و میآید. در اینجا شما نام مواد را مینویسید. هر نامی که خوش گذاشتن خواهید و در اینجا متن را مینویسید. هر چی خواهید مینویسید و هر چی خواهید از دیگر جا هم کپی پاست کرده میگذارید و آن را میسنجید. و در اینجا وقتی که چیزی نوشتید بهتر است که 5-10 دقیقه پس شما ثبت کنید، چون اگر برق هم خاموش شد کاری کرده شما حفظ می شود و میتوانید در آخر نوشتن هم کلمه حفظ را زیر کرده مواد خود را حفظ کنید. وقتی که حفظ میکنید در اینجا میبیاید و وقتی که شما در صفحه نو هستید شما میتوانید برگشته به همان مواد خود و آن را هر طوری که خواهید عوض کنید. برای ما زیاد ننویسیم و وقت شما رو نگیریم، فقط از اینجا کپی میکنیم، اینجا میگذاریم و فرض کردیم شما نوشتید یک متن رو تمام کردید. همچنین شما از این بالای همین میدان میتوانید استیلی متن خود رو عوض کنید. برای مثال اگر خواهیم که در مبین باشد مبین میاد و میتوانید شما حرفش رو کلام کنید. هر تغییرات که خواهید در اینجا با استفاده از این پنل شما میتوانید متن خود را دیگر کنید. وقتی که عوض کردید حتما حفظ کنید. متن ثبت شد در اینجا میآید و همچنین شما میتوانید این متن را سنجید که کدام کلمه ها به طور تکنیکی خطا رفتند. این معنای متن شما را نمیسنجد اما کلمه ها را میسنجد که آیا خطا هستند یا نه. برای مثال ما این متن را کارکرد میکنیم. برای کارکرد از ستون سیوم تکمه کارکرد را ما زیر میکنیم. میبینیم که در اینجا واژه های نمایان 11 تا بودند و ما میتوانیم یک تا از اینجا عوض کنیم. دستی هم عوض کرده میشود. از همه راه بهترش این است که ما از این پنل
ستون سیوم هر یک واژه رو دیده عوض کنیم. برای مثال موفقیت های یک فعل آمده است، ما میتوانیم کلمه عوض رو زیر کنیم، اینجا انتخاب کنیم، یا در این روی خط انتخاب کلمه که شما در نظر دارید نباشه شما میتوانید دستی از اینجا عوض کنید و قبول رو زیر کنید، خودش میرود. حاضر ما که داریم همین رو انتخاب میکنیم، که این عوض میشود و از روی خط این کلمه اصلاح شده نابود میشود. نزدیکی هم خطا رفته است، ما باز هم همکار میکنیم، میبینیم که در اینجا در روی خط ندارد، عوض میکنیم، نزدیکی قبول میکنیم، خودش میرود. افریقا هم خ باید باشد، افریقاش میکنیم، دستی عوض میکنیم، همچنین رفتن میگیرد. کمونیکاسی هم دو ام ندارد، افریقا همون خیل این تیار. انا این کلمه ساکس شاید در اینجا کاکس باشد، چون که در این مقاله چیزی درباره مینرال های زیرزمینی آورده شده است و کلمه هایی که شما نمیدونید که درست هستند یا باوری ندارید درست یا درست بودنشون، یا کلمه هایی که با زبان روسی هستند شما در یگانجا استفاده کردید در درون متن و نباید در خزینه ما باشند، آنها رو همه‌اش رو استثنا میکنید. استثنا کردید و این میرود. استثنا کردن هیچ تغییراتی در خزینه یا در متن شما وارد نمیکند و اگر کلمه درست باشد و در اینجا برآمده باشد شما میتوانید دکمه قبول رو زیر کنید، آن رفته در خزینه ثبت میکند و رنگی اشاره شده رو از متن شما میگیرد و از روی خط هم اون کلمه درست رو نابود میکند. چون که میشود در بسیار حالت که کلمه که درست است اما در خزینه ما نیست، در اینجا همچون کلمه اوژه نامعین میآید، شما توسط همین قبول آن را حفظ میکنید و در اینجا خواهش میکنم که با احتیاط باشید، چون که قبول کردن اگر کلمه نادرست هم باشد در خزینه ما وارد میشود و این کار زیادتی برای ما است. هرچند که اگر شما خطا هم کنید هیچ کم نیست، ما هر یک کلمه وارد شده را میبینیم، میسنجیم و اگر کلمه خطا رفته باشد از آنجا پاک میکنیم و اون خلل دیگر نمیرساند. بعد از تمام کردن و سنجیدن همه کلمه ها شما میتوانید متن خود رو حفظ کنید در همینجا ایستاد و هر زمان از تلفن است، پلنشت است یا کامپیوتر است وارد شوید و باز این رو که شده اصلاح کنید. هر چیزی که خواهید شده اصلاح میکنید، علاوه میکنید و داون دادن میگیرید. اینجا اگر چقدر فایل های علاقه هم باشد شما در اینجا حفظ میکنید و هر نقطه که باشد توسط اینترنت شما میدروید و هر فکری که در سرتان فکری تازه آمد اینجا وارد میکنید. این بسیار خوب است و اگر خواهید آن را همچنین کپی کرده در دیگه جا میگذارید و استفاده میکنید یا حفظ میکنید در دیگه جا میشود و باز امکانیت هست که شما از ستون سیوم انا این رمزی MS Word را زیر کرده متن خود را در MS Word حفظ کنید و در کامپیوتر خود بارگیری کنید. این متن البته در کامپیوتر من بارگیری شد. همین متن است، متنی که حاضر ما نوشتیم. میتوانیم ما از اینجا گرفته در دیگر جاها هم استفاده بریم. این امکان در سامانه ما وجود دارد. خب این همه معلومات درباره استفاده ویراستار بود. اکنون واژه سنج هم تقریبا همین چیز است، فقط در اینجا این ستونی که متن میآید با دست اصلاح کرده نمی شود. ما از اینجا فقط متن را وارد میکنیم از MS Word فقط در فرمت داک اکس باشد، یعنی که MS Word از 2007 این طرف کهنه بعدش رو این نمیخواند. اگر کهنه بعد باشد شما میتوانید متن آن را کپی کرده در ویراستار واژه سنجی کنید که واژه ها همش درست هستند یا نه. خب ما انتخاب میکنیم فایل رو وارد میکنیم، فایل البته همه متن رو در این میدان وارد میکند. ما بعد وارد کردن میتوانیم که کار کنیم و سنجیم که کدام کلمه هایش درست هستند، کدام کلمه هایش نامعین و یا خطای تکنیکی دارند. کار کرده رو زیر میکنیم، البته همه کلمه هایی که نامعین هستند میبرد. برای مثال در اینجا کلمه فوجی ای درست است اما معلوم میشود که در خزینه ما نبوده است، این را قبول میکنیم میرود. اما کلمه برعک اسش نآمده است، این کلمه خطا است. ما میایم در اینجا انتخاب داریم، فقط در واژه سنج وقتی که ما انتخاب میکنیم در اینجا میبراید و با طریق اتوماتیک حفظ نمیشود. برای ما اول انتخاب میکنیم بعد دکمه قبول رو میزنیم انتخاب شود. برعکس هم رفت. دیگر پایین تری هم درست است قبول میکنیم، تنش‌زا هم درست است قبول میکنیم. این کلمه توجیکی نیست و هرچند شاید یکان کوتاه شده هم باشد ما این رو استثنا میکنیم که نه در خزینه وارد نشود اما از اینجا رود.
خب همین طریق ما رفتن میگیریم و کدومش عوض میکنیم، کدومش استثنا میکنیم، کدومش قبول میکنیم. و وقتی که تمام کردیم همه کلمه ها رو کار کردیم، از اینجا توضیح شد، ما میتوانیم که این رو خب این خیلی کپی کرده گیریم در دیگه جمله یا حفظ کنیم در فرمت وارد. و وقتی که ما حفظ میکنیم این به فرمت وارد میرود و برنامه توضیح میشود. از سری نو شما سر میکنید همون متنی که هست در فایل نو با اصلاح کلمه هایی که بود شما اصلاح کردید حفظ شده است. خب باقی همین است. در حال حاضر در برنامه ما همین دو قسمتش آماده است و در آینده قسمت های دیگرش شد ما حتما نوار میکنیم و طرز استفاده آن رو به شما نشان میدیم. باقی خوشبخت و سربلند باشید. بدرود تا درودی دیگر.